استاد محترم اجماعاً سلام. صدا میکنم بسم الله بارد الله اله الا الله از محمد مدد حمید نظام کرمی ابعدی ولی الله هر کار که میکنی بگو بسم الله تاج الغلام تو بخشد الله در کوی امین اگر مقامی داری در باغ چنان بدان کلامی داری جرمی سخنان اگر بدوشت باشد خوش باش که چون امیر امامی داری ملک الملک را شریک کند وحده لا اله الا هو عاشقا جان دل تا کند بزرش لا اله الا هو مصطفی جان در شهر مهران گرفتش لا اله الا هو صوفیان در گریش می طلبند ذکرشان لا اله الا هو باب قدیم لم یزنی صفتش لا اله الا هو توقیدانت بکن بر ابلیس حیرتش لا اله الا هو مومنان را غیم شد روزی برکتش لا اله الا هو خوش درختی در میان جنان میوهش لا اله الا هو شمس تبریز در خدا طلبی خوش بخوان لا اله الا هو نخستین دمترین جازائد و نبی آمد این داستان که گردد باقی قرآن امیر آمدن و صد عز و شرف از فاطمه در خانه کعبه در این عالم هویدا رحمتی رحمت امیر آمدن برای این شک ممکن نشد این موعظت الله توسط که شد در خانه یزدان علی آمدن جلال یکسر ایام گردی در آدم چو از پیدا بیرون در عرصه امکان رمی آمدن برای دمه کسی خصلت آمی تاوری سیرد در این امت بسامی موسی امران رمی آمدن بجه افکندنی بدهای قوم اهل مسیرد بدوش مصطفی در خانه یزدان نمی آمدن بدنجر به اسباب پیشه مردمان روزی غدیر خواب به راه دست امن چون میدان نمی آمدن بفرمودن زمان فخرین و سلطانی ای مردم که مولا بر شما از یه من نمی آمدن بالم پیشوا بر همین شدن علی بودن خدایت جمله می باشم جسم و جمله آمدن و از قرآن دماغی تاقیق من انترین دامی که دین سر و دیران صحبت بران علی آمدن
نمی بود علی نیدین بجامی بود ایمان و جنسم جوهری دیمانی ایمان نمی آمدن بری روشن دلان روشن بوستی پرگمی گویم که مرگاتی صفات خالق من علی آمدن تعالم داشتی لطفت بیا من در جلال که همدان در جلال و رب با قرآن علی آمدن بگوشی در شنیدم از سروشی غیب نکته که دین اله زادی را سروسان علی آمدن بقام اهل منصیرم که میگو که در عالم خداوند و جلال و بندگی یکسان علی آمد نمیگویم علی باشد خدا هرگز که ولی گویم ولی حضرت سبحان علی آمدم و آیای قرآن که چی امروز چی فردا چو قرآن بر درده هر کسی در من علی آمدم زمین را سرات من چو می بسن می گویم سرات مستقیم و معنی میزان علی آمدم دیگر این روز کی باشم و دلخواه موقع فردا که ما را رهبر جان در بر جان علی آمدم کسی کو در قیامت از کرم در پیشگانیم محبت یارانت از نمه مسیم علی آمدن نپنیم یا اشکارا گویم این روزین کلامیم که در فردا قسیم جنت و نیران علی آمدن بجنت می برد مومن بدودت می کشد کافر بری در قول مرشد صاحبی دیوان نمی آمد نظر کی باشدم بستم سبیل و روضه رضوان که ما رفتم سبیل و روضه رضوان علی آمد چو ابر نوبهاری انکی اصرار حقایق را دلالی جان قدامت گوهر افشان علی آمد حرکت و گذشت از صورت و درمان انسان شد به هر صورت بداند معنی انسان علی آمد برها گفت محمد که علی جان من است هم به جان علی و اسم پیامبر صلوات ای جمال خدای را ملعام وی نبی را تو آینه بصفاتت وی علی را به زندگی همدمت بهترین مادر بنون و بناتت عقل در وصف تو بود حیرانت فهم بر درک عز و شان تو موتت دختر احمدی و احمد را خلق و خوی تو در مثل مرآتت قهر تو در زمان گمراهیت مهر تو مشعل طریق نجاتت زهرا جان نظر مرحمت به هر کی کنی سیئاتش همه شود حسناتت در مسیحت زبان ما الکائنات ما و مدح جنم توی حیحاتت زهرا جان مدح تو نیز کار همچو منی در جهان با
ساعت متجاوزه بس تا صبح رستخیز درود بس تا شام عاقبت سلوات فاطمه ای حبیبه داور دست ما را بگیر در محشر برسول مسیح دم سلوات بشه کعبه و حرم بلند سلوات برای روشندی علیه جان بلندتر سلوات بسم الله یا رحمان یا رحیم یا رب نظری کن به من چشم خرابم کز بیم مکانات تو اندر تب و تابم اما کرمت بردست دل و خوف عذابم چندان بر سر کوی خرابم کاسوده ز اندیشه فردای صابم صدام ازای قوت بر سر دارم گر بنده فرمانم و گر وسیارم هرگز نبود جانب اعمال نگاهم گر کار تو فضل است چه پرواز گناهم ور شغل تو عدل است چه حاصل به ثوابم تمام رزق که مولایم امیر المؤمنین است مولا جان عمری که دم بدم علی میگویم در حال شاد و غم علی میگویم علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم سلام گوش جنب بکشان که از عرش برین میرسد امشب ندای دلنشین عشق را گویا چراغان کرده اند عشق را هم نور باران کرده اند مکه امشب رونق دیگر گرفت جلوه حق پرده از رخبر گرفت دست قدرت شد بیرون از آسینه گشت میلاد امیر المؤمنین خانه صادقا و نور کردگار از نهان با امر حق شد آشکار بیت حق شد شامل بنت حسن تا که فیضش بر همه عالم رسد